تو سال جدید چیزایی که برای خودم یادآوری کردم: هیچ وقت تسلیم نشو. مسیرتو ادامه بده تا وقتی به خودت افتخار کنی. شاید هر روز عالی نباشی، ولی هنوز با همون قدم‌های کوچیکت تو مسیر اهدافت هستی. چون اصلا قرار نیست هر روز عالی باشی. چیزی که مهمه کیفیت کارته، نه کمیت اونا. همیشه شکرگزار باش، چون شکرگزاری آرامش خاصی بهت میده و انرژی مثبتی تو زندگیت میاره. باید بگم که یه جورایی با کائنات، با این حس قشنگ حرف میزنی. میگی که چه چیزایی برات مهمترن و حس بهتری نسبت بهشون داری. حالا میتونه شکرگزاریت از شرایطی که الان داری باشه، یا یه حس خوب برای چیزایی که قراره تو زندگیت بیاد. این مهمه که چه آدمای اطراف تو هستن، چون آدما هم میتونن باعث خوشبختی و حس خوب بشن، هم میتونن باعث بدبختی و حس بد. امروز تصمیم بگیر که آدمای اطرافت باشن که یا همراه و هم مسیر تو هن، یا حداقل از ایده های تو حمایت میکنن. خودتو با هیچ کسی مقایسه نکن. اگه از شرایطی که الان داری راضی نیستی، تغییرش بده. سعی کن انسان بودن رو با شیوه خودت تجربه کنی تا بتونی بهترین خودت باشی. سعی نکن خودتو تو گروه یا جمعی جا بدی فقط به خاطر اینکه دیگران این کارو دارن انجام میدن. خودت باش، حتی اگه متفاوت باشی. خودتو سرزنش نکن. این کار یعنی تو زندگیت هیچ قدرت انتخابی نداشتی. ولی اگه نگاه عمیق‌تری تو زندگیت بندازی، میبینی که قدرت انتخاب داشتی. فقط آگاهی و اطلاعاتت نسبت به اون موقعیت و شرایطی که داشتی کم بوده. سعی کن امسال هوشیارتر و آگاهتر به شرایطت باشی تا میتونی چیزایی رو یاد بگیری که کمکت کنه این بار درست انتخاب بکنی، یا کارایی رو انجام بدی که تو رو به اهداف و آرزوات نزدیک‌تر